کلیسای مسیحی ماراناتا در کشورهای تمام قاره‌های کره زمین وجود دارد. کلیساهای کشورهای 3 قاره آمریکا، اروپا، آفریقا، آسیا و اقیانوسیه که با یک آموزه، با هدایت روح القدس خدا و با کلام زنده متحد شدند. برادران از سراسر جهان در یک فرقه با هم در یک بدن و در یک روح شرکت می‌کنند. از طریق سیستم انتقال چند پلتفرمی، اعضای کلیسای مسیحی ماراناتا از سراسر کره زمین لحظه‌هایی با اتحاد و اشتراک زندگی می‌کنند. همانطور که عبرانیان در خروجی مصر و شاگردان با خداوند عیسی در آستانه عیسی مسیح زندگی می‌کنند. مرگ بر روی صلیب کالواری، انجیل ابدی و پیام بازگشت کوتاه خداوند عیسی به مردم سراسر جهان رسیده است. ما به همه شرکت کنندگان این رویداد از بیتز هیفستز، چاپ 3 با سلام خداوند عیسی سلام می‌کنیم. ما برادران و دوستانم در سراسر جهان مستقیما از منایم، از ایالت روح القدس با ترجمه به بیش از 60 زبان در حال پخش هستیم. و از کسانی که اینجا در منایم در کلیساهای ما حضور دارند دعوت می‌کنم که برخیزند. میریم نماز بخونیم. برای ایجاد قوقا برای قدرت خون عیسی شروع این رویداد باشگو. خدای بزرگ و پدر، ما به قربانی خداوند عیسی اشاره می‌کنیم. برای خون گرانبهایش، زیرا روح القدس او جاری شد. به طوری که این رویداد برای هر یک از کسانی که اینجا با ما هستند و در سراسر جهان دعوت شدند یک نعمت است. خداوندا، هدف ما در این روز این است که روح تو به هر قلب برسد و آرامش را به ارمغان آورد. آسایش، امنیت، امید و بالاتر از همه برکت دگرگونی زندگی ها با قدرت انجیل ابدی شما. خداوندا، هر کاری که در اینجا انجام می شود هدفی دارد، جلال دادن نام عیسی که نجات دهنده و خداوند ماست. ما به نام او، به نام عیسی دعا می کنیم. آمین. ممکن است بشینی. از خداوند عیسی، نجات دهنده ما، نجات دهنده ما. برادران من، این یک کلمه مقدماتی خواهد بود. و من می خواهم به برادران بگویم که ما در این روز متعهد به دین را اعلام نکن و نه دکترین های آن. چرا؟ چون ما انتقادی هستیم و در عین حال مسئول، بدون استثناء اجتماعی، سیاسی. اما عمدتاً وضعیت مذهبی یک جهان که در اطراف ما بدونه پاسخ به سوالات بسیار. این جلسه یک خود تحلیلی است که همه ما درگیر آن هستیم. و من می‌خواستم یک معرفی کوتاه داشته باشم، زیرا هدف ما این است تا اعلامیه نبوی دیگری مرتبط با این تاریخی انجام دهد و لحظه نبویی که جهان در حال زندگی است. به طور عمده مربوط به نزدیکی به تسخیر کلیسای مومن.
پیشگویی شده توسط خداوند عیسی، توسط رسولان او و توسط کلیسا. انبیای عهد عتیق نیز پیشگویی کرده بودند. به طور خلاصه در مورد کلمه مرنت صحبت خواهیم کرد. کلمه مرنت یک کلمه کتاب مقدس با ریشه آرامی است و از دو کلمه مارن به معنای پروردگار ما و آتا تشکیل شده است. یعنی بیا. ماراناتا. خداوند عیسی می آید. سپاس خداوند را. ما می خواهیم به طور خلاصه برخی از نشانه های نبویی را برجسته کنیم که هشدارها و نشانه هایی هستند که به این لحظه انتظاری که در حال زندگی هستیم اشاره می کنند. چالش های زیادی ما با این چالش ها روبرو هستیم بدون راه حل و این باعث عدم اطمینان، اضطراب به ویژه در قلب ما می شود. اما ما از آن زمان رها نشده ایم. به ما نسبت به چنین وقایع نبوی هشدار داده شده است و باید برای بسیاری از چالش‌ها به دنبال پاسخ بود. در سال 2019 دقیقاً در 24 نوامبر اولین رویداد شیپور در مهمانی‌ها برگزار شد و در رویکردی به زمان نبوی به نام مختصر بود. این توسط کلیسای ما اختراع نشده است. این کتاب مقدس است. در کتاب آمده است. آخرالزمان در بیت اول. وقتی میگوید مکاشفه عیسی مسیح که خدا او را به او داده است تا به بندگانش چیزهایی را نشان دهد که قطعاً باید اتفاق بیفتد و توسط فرشته خود آنها را فرستاد و به بنده خود یوحنا خبر داد. رویکردهای مربوط به آن رویداد برادرانم ساخته شد با در نظر گرفتن 3 گروه ابتدا کلیسا، دوم اسرائیل و سوم جهان غیریهودیان. در مورد کلیسا نکته برجسته نیاز به آماده سازی کلیسا برای رویداد اصلی که گرفتن کلیساست بود. ریختن روح به عنوان آمادگی برای این لحظه گرفتن و نبوت یوئیل ثابت شد. پترس رسول در روز پنتیکاست تکرار کرد و برادران میتونند با من بخونند که چه چیزی است و چه چیزی که پیش بینی میشه خوانده شود و در روزهای آخر اتفاق خواهد افتاد. خدا میگوید روح خود را بر تمام جسم خواهم ریخت و فرزندان و دختران شما نبوت خواهند کرد و جوانان شما رویا خواهند دید و پیران شما رویاهایی خواهند دید. این بخش اول هللویا بود و بخش دوم در مورد اهمیت پیامبری اسرائیل به اسرائیل پرداخته شد. و یک واقعیت تاریخی ذکر شد که اتفاق افتاد در اواسط قرن گذشته که سازمان اسرائیل به عنوان یک ملت در 1948 بود. این یک نشانه نبویی است که خود عیسی خداوند به شاگردانش در متی 24 و 32 و 33 پاسخ داد. او گفت من یاد گرفتم مثل درخت انجیر نماد اسرائیل در عهد عتیق است و همچنین کلیسا نماد تاکستان در عهد جدید است. عیسی گفت من یاد گرفتم این تمثیل درخت انجیر زمانی است که شاخه‌های آن تبدیل می شود. برگ‌های لانه جوانه میزنند. شما میدانید که تابستان در راه است. وقتی از همه این چیزها میایی به تعریف آیه یکسان نگاه کن. من میدانم که او عیسی نزدیک است. درها نشانه‌ای در اسرائیل و در نهایت غیریهودیان برای دیگران مردم را به درستی تعیین کردند که ما هستیم. بسیاری از نشانه‌های پیامبری دیگران با توجه به رفتار انسان برجسته شد. بلکه شواهدی از علائم ژئوفیزیکی که در آن پیشگویی که در مکاشفه فصل 8 به تصویر کشیده شده است. لمس شیپور هاست
که هشدار و نشانه است که از 3 شیپور اول ما حقایق بسیار جالبی را مشاهده خواهیم کرد. شما می توانید آخرالزمان 8 1 و 6 را روی صفحه قرار دهید که به اختصار می گوید مانند: این سکوت در بهشت نزدیک به نیم ساعت را ببین عزیزم، چه وقار در بهشت در زمان این خدا در آنجا سکوت بود، در ابدیت و 7 فرشته که 7 شیپور داشتند. آماده بازی کردن. هر شیپور پیامی برای زمان ما دارد. پس بریم سراغ اولین شیپور. چنین میگوید و فرشته اول شیپور خود را نواخت و سوخت. قسمت سوم شیپور سوزانده شد. برادرانم را رعایت کن. استرالیا، هاوایی، چین، اندونزی، ایالات متحده آمریکا، پرتغال، یونان، روسیه، شیلی و در نهایت کانادا شدیدترین آتش سوزی‌های تاریخ اقتصاد کانادا را لرزانه تا اسپانیا بزرگترین آتش سوزی سال در اسپانیا به 4مین روز خود می‌رسد. از همه کسانی که ما را از طریق کانال‌های تلویزیونی و سایر رسانه‌ها تماشا می‌کنند و از ما که اینجا هستیم می‌خواهم. این ترومپت قبلا نواخته است. قبلا پخش شده است. بریم به شیپور دوم آخرالزمان 8 و 9 و فرشته دوم شیپور زد و مرد قسمت سوم از موجوداتی که در دریا زندگی داشتند. برادران من در 1970 اون اقیانوس شناس بزرگ را قبلا ببینید. هزینه نگاه کنید در روزنامه چه نوشت 40% از موجودات زنده در جهان اکنون لک بزرگ زباله را در اقیانوس آرام می‌بینند که عکسی است که ما از اینترنت عکس دیگری با ماهی مرده در آنجا زباله‌ها در اقیانوس آرام گرفتیم. دریاها سوالی که باقی میماند این است: این شیپور قبلا نواخته شده است. بله قبلا پخش شده است. سریع بریم شیپور سومین شیپور میگرد و ستاره بزرگی در قسمت سوم رودخانه ها بر فراز سرچشمه های آب افتاد و نام ستاره غایب یا غایب است. برادران من یک واقعیت را به یاد داریم که در چرنوبیل اتفاق افتاد. منابع آب کشتی های باری دچار فاجعه شدند. فاجعه هسته‌ای که در 1986 اتفاق افتاد. اما آنچه توجه ما را به خود جلب می‌کنه و اینکه این کلمه در زبان اوکراینی به معنی آبسنت و ابسنت به معنای تلخ است که ظاهراً فراتر از این واقعیت است که منابع آب آلوده هستند. ما می‌دونیم که هیچ کس آن رو نداره. شجاعت رسیدن به رودخانه‌ای که قبلاً آب آشامیدنی بود و یک لیوان و نوشیدنی چرا؟ چون این ترومپت قبلا نواخته است. سومین ترومپت قبلا نواخته است. به وضعیت فعلی چرنوبیل نگاه کنید برادرانم. پس چنین حقایقی ثابت شد و ما وقت نداریم، وقتمان کم است. این حقایق به وضوح نشون میده که 3 شیپور قبلا نواختند و جزئیات جالبی که هر شیپوری که افکت‌های خود را می‌نوازد ادامه اثر شیپور اول را تا روزهای دوم از سوم ما ادامه میده. پس به برادرانم نشان دهید که لمس اون از دست رفته است. ترومپت چهارمین ترومپت. برای ما 4مین شیپور خواهد نواخت و کلیسای وفادار خداوند تیرباران خواهد شد. پایین و نشانه برادران ایسی این را گفت: به زودی پس از مصیبت اون روزها خورشید تاریک می شود، ماه نور خود را نخواهد داد، ستارگان از آسمان فرو می ریزند و قدرت‌های آسمان متزلزل می شود. جالب اینجاست که در فصل 8 از آخرالزمان دارای یک متن موازی است که نبوت حضرت عیسی مسیح را تایید می کند. لطفاً و میگوید و فرشته 4 شیپور خود را نواخت و آسیب دید. قسمت سوم خورشید
قسمت سوم ماه و قسمت سوم ستارگان میتونید مقایسه کنید دو متن. بنابراین برادران من، وقتی ایسی در مورد آن صحبت میکند، او در آیه سیماتی 24 ارائه میکند: من دوست دارم که برادران با من آیه 30 و 31 را با من بخوانند. سپس نشانه پسر انسان در آسمان ظاهر خواهد شد و تمام اقوام زمین زاری خواهند کرد و پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم بر ابرهای آسمان می آید و فرشتگان خود را خواهد فرستاد با صدای شیپور که برگزیدگان خود را از 4 باد از یک طرف تا آن سوی آسمان هاللویا جمع خواهد کرد. ایسی دم در است. دومین رویدادی که برادران من در اینجا کاملا مختصر هستند، سال گذشته در 6 نوامبر 6 و 2022 برگزار شد و موضوع بر وضعیت ناتوانی انسان در رویارویی با موانعی که انسان با اون دست و پنجه نرم می کند و همچنین با پیشگویی جوئیل مشخص می شود. برادرانی که حاضر بودند با ما در اینجا انبوه جمعیت در وادی تصمیم را خواندند، زیرا روز خداوند نزدیک است. در وادی تصمیم بنابراین در آن روز چند سوال از شما پرسیده شد. می توانید آن را روی صفحه نمایش قرار دهید که با هم خواهیم خواند. جایی که ما را می برند. جنگ جهانی جدیدی رخ خواهد داد. چه کسی به کمک ما خواهد آمد؟ وضعیت دنیای کنونی چگونه است؟ برادران در پیام بعدی خواهند دید، زیرا جهان بسیار نامتعادل در حال فروپاشی است و سپس برادرانم به مشکلاتی در بعد اجتماعی، سیاسی و مذهبی پرداختند و ما شاهد یک دنیای متشنج هستیم، یک جهان در عصیان، هم در حوزه اجتماعی و هم در حوزه سیاسی و در حوزه مذهبی. در بعد اجتماعی ما شاهد هستیم که چه چیزی است به نام مهندسی اجتماعی برچیده شدن آن انجام شده است. مهندسی اجتماعی یک تکنیک دستکاری است که توسط مجرمان مجازی استفاده می شود تا کاربران خود را با دانش کمتر در این زمینه ترغیب کنند تا رایانه ها را برای نقض قوانین امنیتی آلوده کنند. این یک واقعیت است، اما به دلیل فعالیت مطمئناً کشیش گیدیون به گاتوس در مورد اون صحبت خواهد کرد که محیط سیاسی چگونه است. همانطور که جنبه سیاسی جهان است، ما به موقع صحبت نمی کنیم، بلکه در مورد جهان بدون رهبری صحبت می کنیم. یک جنبه رهبری غیرقابل اعتماد است. اکنون موضوع ما جنبه مذهبی است. دین چگونه است؟ مسیحیت نیز به خوبی در مدتی کوتاه به ایمان ایدئولوژیک مبتنی بر فلسفه در الهیاتی که از معلومات هستند. شما بخش ادبی کتاب مقدس را از معلوم می‌گیرید. اما از آنجا که در این وضعیت است که با ترک پنتیکاست، با ترک ریختن روح توسط یک کتاب مقدس بدون مکاشفه، توسط یک مسیحیت بدون آنچه که نبویی بدون راز است، یک انجیل بدون راز را مشاهده خواهیم کرد. این منجر به بحران ایمان و پایان دادن به اینجا. برادران من، حرف مختصر من را داریم. سوالات دیگری گفته شد. آخرین پیامی که در پایان رویداد سال گذشته پاسخ می‌دهیم کی خواهد بود؟ امروز کی خواهد بود؟ چه کسی پیام آور خواهد بود؟ از روح القدس می آید. الهام روح القدس کلیسایی پر از روح القدس. پیام رستگاری توبه است. هر که ایمان بیاورد و تعمید یابد نجات خواهد یافت.